والقرآن الحکیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. یا سین. سوگند به قرآن حکیم. اینک لمن المرسلین. که تو قطعا از رسولان خداوند هستی. علی صراط مستقیم. بر راهی راست. تنزیل العزیز الرحیم. این قرآنی است که از سوی خداوند عزیز و رحیم نازل شده است. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون.